امکان نداره که تو جدا از خدا باشی. خدا جایی تو آسمونا نیست. اینو هزاران مرتبه شنیدیم و میدونیم که ما این افکار نیستیم. این افکاری که ما باور کردیم همون الگوها یا باوراییه که از جامعه، از والدین به ما رسیده. برای اینکه این افکار یا این الگوها رو تغییر بدیم باید تصمیم بگیریم که میخوایم تغییر کنیم و تغییر کردن شجاعت میخواد. شجاعت رو به قلب خودت بیار و هر بار که الگوهای ذهنی میاد تا بگه که تو نمیتونی یا تو رو وارد قضاوت ها بکنه یا وارد ناامنی ها بکنه، به قلبت توجه کن که خداوند در قلب توه، که عشق پرقدرت در قلب توه. هر جا که عشق، حضور پررنگ خداست و اولین مکانی که خدا خیلی پررنگ و خیلی پرقدرت حضور داره قلب خودته. زمانی که به این باور برسی که تو همه چیز هستی چون خدا در تو جاریه و در تو وجود داره و اصلا تو خود خداوند هستی، اون موقع است که دیگه نمیپذیری که خودتو توسط خودت نابود کنی. وقتی مرجع همه چیز در قلب توه، وقتی نقطه آغاز و پایان در قلب توه و وقتی به این اطمینان میرسی، اون وقت آروم میشی. که آروم میشی اتفاقای زیبا آروم آروم شروع میکنن به رخ دادن و در نهایت این تو هستی که اتفاقها رو رقم میزنی، رخدادها رو تعیین میکنی با تصمیم به نوع انتخاب هایی که میگیری که آیا این کاری که من میخوام انجام بدم الان در قلب خداونده یا در الگوست یا در توهماته. توهمات شاید ظاهراً قوی به نظر بیان ولی حقیقی نیستن. دقیقاً مثل تاریکی و مثل سایه است که با زدن کلید برق روشن میشه و محو میشه. اون کلید و اون روشنایی و اون نور در درون تو هست و فقط اراده تو رو میخواد، بیباکی و شجاعت تو میخواد. خودت تبدیل بشی به نور خداوند و تجلی خداوند بر این سیاره زمین که هر کی از کنارت رد میشه غرق در نور تو شفا پیدا کنه.